سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این پلیلیست به اسم مطالعه کتاب دیزاین پترن ها. من مظاهری فرد هستم از برنامه نویسای شرکت کودینتو و این پلیلیست رو به این خاطر تشکیل دادیم که در واقع منبع فارسی زبانی نبود داخل یوتیوب که این کتاب رو بخونه، واقعا صفحه به صفحه بخونه، چون توضیحات 20 دقیقه‌ای دارن دیزاین پترن ها، اما خب اصلا مثل کتاب خوندنش نیستن. این چون کتاب انگلیسی هم هست، کتابو بخونه و حالا یه ذره توضیحات بده و ترجمه بکنه. برای همین تصمیم گرفتیم این سلسله ویدیو رو براتون درست کنیم. البته من خودم یادگیرنده هستم و دفعه اولی هست که این کتابو میخونم، پس قراره با هم این کتابو بخونیم، چالشاشو هم با هم پشت سر بذاریم. برنامه نویس بک‌اند هستم بنده و امیدوارم که بتونم این کتاب رو در حد دانش خودم هم توضیح بدم، هم خودم یاد بگیرم. اما کتاب، بریم سراغ خود کتاب. کتاب که خیلی این کتاب معروفی هست و کاملا میتونید یعنی قطعا دیدیدش قبلا. آقای اریک گاما، ریچارد هیل، راس جانسون و جان، حالا اسمشون سخته، ولیسیدس، هرچی هست، ایشون این رو نوشتن و شیوه کتاب خوندنمون هم اینطوریه. کلمه به کلمه نمیخونیم، محتوا رو بررسی میکنیم و یه سری چیزای خود کتاب گفته شما دفعه اول بخونید نمیفهمید، خب اینو کاری بهش نداریم. ما دفعه دومی که این کتاب بخونیم شاید اینو متوجه بشیم یا بعدا برمیگردیم بهش. البته دفعه دوم که با هم نمیخونیم، ولی بریم سراغش، وقت رو تلف نکنیم. هر جلسه تا هر مقداری بشه میخونیمش. حالا این یک سری حالت فهرست بارش رو میبریم جلو، برسیم به مطلب اصلی که بریم جلو. خب اینها هم هیچی، این که فهرستش رسیدیم تازه و بریم از پریفیسش شروع بکنیم، بریم پله به پله میریم جلو. خب میگه این کتاب، حالا دیگه انگلیسیش رو نمیخونم، خودتون اگه خواستید نگاه بکنید. این کتاب یک معرفی به آبجکت اورینتد تکنولوژی نیست، یعنی این کتاب قرار نیست شما رو آشنا بکنه تازه با این قضیه. خیلی کتاب هایی هستن که این کار خیلی خوب انجام میدن. این کتاب فرض میکنه که شما تا حد قابل قبولی روان هستید در این در واقع مفاهیم و یک سری تجربیات توی برنامه نویسی و خصوصا آبجکت اورینتد پروگرامینگ دارید و اگه ازتون بپرسن تایپ، پلیمورفیزم، اینترفیس، ایمپلمنتیشن اینا چیه، سریع نمیرید گوگل سرچ کنید یا دیکشنری رو باز کنید، یا آشنایی خیلی خوبی باش دارید. و این کتاب آشنایی با آبجکت اورینتد پروگرامینگ نیست، باید یه ذره تجربه داشته باشید. از طرفی این کتاب هم دیگه خیلی تئوریای پیشرفته رو نمیاد بررسی بکنه. این کتاب دیزاین پترنه، کمک میکنه دیزاینای ساده و در عین حال مشخص و خوبی داشته باشید که بتونه مشکلاتتون رو حل بکنه. دیزاین پترنا اون سولوشنایی هستن که دیولوب شدن و اون آزمونشون رو پس دادن. در واقع دیزاینری نیستن که مثلا تازه کسی شروع کرده باشه انجام بده یا یک سری کارهای عجیب و غریب. این کتاب اومده دیزاین هایی به ما گفته که در واقع تستشون رو پس دادن به اصطلاح. و جلوتر که میریم میگه نه لازم زبون خاصی رو بلد باشید، نه لازم خیلی تکنیک های خاص برنامه نویسی بلد باشید که این کتاب رو متوجه بشید. عذر بخوام. خب لازم نیست هیچ دانش عجیب و غریبی داشته باشید و یه مقداری هم کار بیشتری میگیره از اون سولوشن هایی که در لحظه آدم یا به ذهنش میاد انجام میده. حالا خودش جمله جالبی میگه وقتی که دیزاین پترنا رو فهمیدید و یه ها که یعنی این چیه به آها رسیدید، دیگه اصلا فکرتون به اون شیوهی که قبلا برنامه نویسی آبجکت اورینتد انجام میدادید بر نمیگرد، یعنی اینقدر مثلا خوبه. و یک پاراگراف خیلی مهمی هم اینجا داره، میگه جهت مثلا هشدار،
اصلا نگران نباشید اگه این کتاب رو کاملا متوجه نشدید دفعه اولی که خوندید. ما خودمونم دفعه اولی که کامل نوشتیم متوجهش نشدیم و این کتاب از اینایی نیست که یه بار بخونیدش بذارید تو تاقچه. امیدواریم که این کتاب رو بخونید و هی بهش برگردید. و میگه حالا این کتاب خیلی چیزها دیده، چند تا بچه به دنیا اومده وسط این کتاب و از این چیزا. تشکر میکنه از افرادی که حالا این کمکش کردن و میگه بعدش هم برید به این آدرس اگه میخواید نظر بدید به اینجا نظر بدید. خب بریم حالا به اصطلاح مقدمه بعدی. میگه یک معماری آبجکت اورینتدی که خوب سازماندهی شده پر از پترن است. در واقع یکی از روش هایی که کیفیت یک سیستم آبجکت اورینتد رو میسنجن اینه که بر این اساس قضاوتش میکنن که دیولپراش به اندازه کافی به اون تعامل و همکاری بین آبجکت ها توجه کردن یا نه. به همچین مکانیزمایی رو توجه کردن باعث میشه که اون معماریتون کوچیکتر، ساده تر و خیلی قابل فهمتر بشه از کدهای غیر از اینها. و بذارید ببینیم دیگه چی میگه. اینجا یک سری حالت تاریخچه اینا داره، خیلی برامون مهم نیست و دوباره گفته کیا کمک کردن و تشکر کرده و اینا. خلاصه اینم از این. یه گاید تو ریدرز داره، کمک میکنه بهتر کتاب بخونیم. خیلی سریع میریم جلوش. میگه کتاب 2 تا بخش داره. بخش اول که چپتر 1 و 2 ان، توضیح میدن دیزاین پترن‌ها چی ان، چطوری کمکتون میکنن نرم افزار آبجکت اورینتد بنویسید و در واقع کیس استادی هستن از اینکه چطوری دیزاین پترن ها در عمل کار میکنن. بخش دوم که میشه چپتر 3 و 4 و 5 یه حالت کاتالوگ مانند داره از خود این دیزاین پترن هایی که معرفی شده. این کاتالوگ اکثر کتاب رو تشکیل میده و دیزاین پترن ها رو به 3 تا بخش کریشنال، استراکچرال و بیهیویرال، حالا فارسیش میشه مثلا سازنده، ساختار دهنده یا ساختاری و رفتاری، اینا رو در واقع تقسیم میکنه. شما میتونید این کاتالوگ رو چند روش مختلف بخونید. مثلا حالا میگه میتونید دونه دونه چپتراشو بخونید یا یه چپتر رو برید خیلی خوب بخونید. حالا روش‌های مختلف خوندنش رو گفته و میگه این کاتالوگ بیشتر بر اساس مسائل دسته بندی شده و میگه برید فلان صفحه اگه میخواید فلان کارو بکنید و اگه هم که آبجکت اورینتد دیزاین رو قبلا تجربه توش نداشتید برید این صفحات رو مثلا یه نگاه بکنید. این دیزاین پترن‌های خیلی مرسوم هستن و میگه خب این 8 تایی که معرفی کرده ابسترکت فکتوری، ادپتر، کامپوزیت، دکوراتور، فکتوری، ابزرور، استراتژی و تمپلت. میگه خیلی سخته یک سیستم آبجکت اورینتدی رو پیدا بکنی که حداقل چند تا از اینا رو استفاده نکرده باشه یا حتی همشون. و اینا میتونه بهتون کمک کنه که برید بیشتر متوجه بشید که همونطور گفتم ما حالا خیلی دقیق اینطوری نیست که بریم حالا اونو ببینیم دوباره برگردیم. ذره ذره با هم میریم جلو. اما خب معرفی و مقدمه اصلی کتاب. دیزاین کردن یک نرم افزار آبجکت اورینتد سخته، اما دیزاین کردن یک نرم افزار آبجکت اورینتد که ریوزبل باشه، یعنی دوباره بشه استفادهش کرد، از اونم سخت تره. شما باید آبجکت های پیدا بکنید و اونا رو توی کلاس های مختلف تقسیم بکنید با تعداد زیاد و اینترفیس ها یه مختلفی طراحی بکنید. در واقع از ارثبری مثلا هرمیتوری که یعنی یک کلاسی مثلا بالا باشه، بعد یک کلاسی از اون ارثبری کرده، 2 تا کلاس از اون یکی ارثبری کردن، هی مثل هرم بره پایین باز شه. در واقع کجا بودیم؟ از اونا باید بتونید استفاده کنید و غیره و غیره. شما باید تا جایی که میشه ریدیزاین یعنی خودداری بکنید یا حداقل خیلی کم بکنید ریدیزاین، یعنی یک چیزی رو اسمش روشه دیگه، ریدیزاین، یک چیزی رو کاملا از اول دوباره طراحی بکنیم به دلایلی که حالا کافی نبوده برامون نتونسته جواب بده. اون کسایی که دیزاینر مثلا دیزاین پترنای آبجکت اورینتد رو مثلا طراحی میکنن، اونایی که با تجربه ان، خیلی راحت میتونن بهتون بگن که یک دیزاینی که ریوزبل باشه، بشه دوباره استفادهش کرد، فلکسیبل باشه، انعطاف پذیر باشه،
آها اوکی، میگه اگه نگیم غیر ممکنه، سخت دفعه اول به همچین چیزی رسیدن. قبل از اینکه یه دیزاین تموم بشه معمولا چندین بار جاهای مختلف استفادهش میکنن و ویرایشش میکنن. شما مثلا میگن میخواد همچین دیزاینی تولید بکنید، چند بار استفادهش بکنید، ویرایشش بکنید تا مطمئن شید کار میکنه. و بذارید ببینیم. خب میگه حتی اون آبجکت اورینتد دیزاینرها که خیلی تجربه زیادی هم دارن و دیزاین میسازن، دیزاین خوبی میسازن. حالا این البته اولش رو بعد الان میگفتم. اون کسایی که تازه دیزاین شروع کردن، مثل مایی که تازه داریم کتابو میخونیم، میگه بعضی موقع کلافه میشن از اینکه چقدر الان آپشن زیاده، من الان کدومو مثلا استفاده بکنم. ترجیح میدم همونطوری که قبلا در واقع کد میزدم کد بزنم. میگه یک مقداری زمان میبره برای اینکه بفهمیم حالا دیزاین خوب چیه و به اون جایی که برسید اون کسایی که تجربه زیاد دارن در لحظه میتونن تشخیص بدن بهترین دیزاین برای این سیستم چیه. و دوباره میگه که اون متخصصای دیزاین میدونن که کاری که نباید بکنن اینه که یک دیزاینی رو انتخاب بکنن که مثلا دفعه اولشه که داره کار میکنه، از چیزایی استفاده میکنن که قبلا استفاده شده و امتحانشو پس داده. وقتی یه چیز خوب پیدا میکنن هی و هی استفادهش میکنن و غیره و غیره. دارم دنبال یک مطلب جدیدی میگردم که بگه، چون بیشتر اینا همش در واقع مقدمه گفته. حالا جلوتر که بریم دقیق تر میخونیمش. خب بذارید اینجا رو بخونم. میگه ما هممون ارزش در واقع تجربه یک دیزاین رو میدونیم. چند بار شده اون دژاوو یا اون حالتی که فکر می‌کنید چیزی یادتون اومده یا قبلا براتون پیش اومده براتون پیش میاد که یه مشکلی رو میبینید حل کردید ولی نمیدونید کجا حلش کردید یا چطوری اصلا حلش کردید. اگه جزئیات قبلی رو یادتون باشه و بفهمید چطوری مثلا این مشکل رو قبلا حل کردید، خب دوباره میتونید همین کار رو انجام بدید به جای اینکه دوباره بخواید کشفش کنید. اما معمولا ما خب نمیتونیم خیلی خوب در واقع ضبط و ثبت بکنیم اینا رو توی ذهن خودمون. این کتاب طراحی شده که اون تجربیاتی که یک بار چندین بار امتحانشون رو پس دادن و خوب بودن و با عنوان دیزاین پترن ها جمع آوری بکنه و نامگذاریشون رو بگه، توضیحش بده و بررسیشون بکنه که چقدر مثلا مهمن. و هدف ما هم از این کتاب اینه که این تجربه دیزاین رو توی یک فرم بیاریم که ملت بتونن خیلی به صورت تاثیرگذار استفاده بکنن. دیزاین پترن ها کمک میکنن که یک دیزاینی استفاده بکنید جایگزین که ریوزبل باشه و حالا اینا رو دوباره رد میشیم. بذارید بریم توی اصل مطلب. مقدمش خیلی نکته خاصی نداره، من یه بار اینجا رو خونده بودم واسه همین خیلی سریع رد شدم. What is a design pattern؟ دیزاین پترن چیه؟ میگه هر دیزاین پترن یک مسئله‌ای رو توصیف میکنه که خیلی بارهای زیادی اتفاق افتاده توی یک محیط و توصیف میکنه که اون هسته این راه حلی که میتونه این مشکل رو حل کنه چطوریه و یه جوری اینو بهتون توضیح میده که بتونید 1,000,000 بار دیگه هم از این راه حل استفاده کنید بدون اینکه مجبور شید همون یک کار رو مثلا 2 بار حتی انجام بدید. خیلی جالبه. میگه یک جوری اون سولوشن رو بهتون میگه که یک کاری رو، اون سولوشن رو 1,000,000 بار انجام بدید ولی هیچ وقت لازم نشه یک کار تکراری رو انجام بدید. جالبه. خب میریم جلو. بعد میگه حالا هر پترن چند تا بخش داره. اولی پترن نیمه، اسم یه پترنه که ما اونو بهش یه اسمی میدیم که معمولا یه کلمه یا 2 کلمه است و خیلی مهمه چون جزء واژگان اون پترن حساب میشه و باعث میشه که یک مفهوم ابتدایی و انتزاعی داخل ذهن ما بیاد همون اولش و بهمون کمک میکنه بتونیم با همکارامون مثلا بهتر در موردش صحبت بکنیم، یک دید کلی بهشون بده یا تو داکیومنت همون بتونیم راحت تر در موردش صحبت بکنیم و در موردش حتی راحت تر فکر بکنیم و غیره. بخش دوم مشکله، پرابلمه.
پرابلم میگه کی باید این پترن اعمال بشه. اولش که اسمش بود، بعد میگه حالا اوکی این پترن کی باید اعمال بشه. توضیح میده که کانتکستش چیه، تو چه کانتکستی اتفاق میفته و کجا میشه اینو اعمال کرد. و در واقع حالا آخرش هم میگه باید یک سری شرایطی مثلا برای بعضی از دیزاینا باشه که بخواید همچین چیزی روش اعمال بکنید در واقع. اما بریم سوم، سولوشن یا راه حل. سولوشن توضیح میده که المنت ها و المان هایی که اون دیزاین رو میسازن چی هستن، چه رابطه ای با هم دارن، هر کدوم چه وظیفه ای دارن و چطور میتونن با هم همکاری کنن. این سولوشن یک دیزاین خیلی چی بهش میگن دقیق و صریح رو نمیاد بهتون بگه، چون پترن میتونه توی جاهای مختلفی اعمال بشه و چون یکی از خاصیتاش اینه پس نمیاد بهتون بگه اوکی یک تابع مینویسید به این اسم، داخل تابع این کار رو انجام میدید، این میشه دیزاین پترن فلان. یک جوری بهتون توضیح میده که اولا در زبانهای مختلف بشه استفاده کرد، بعدم در جاهای مختلف، چون یک چیز کلی داره ارائه میشه. مورد چهارم خیلی مهمه، consequences. عواقب اون دیزاین پترن هم بهتون میده. بالاخره هر خوبی که داشته باشه یک دیزاین پترن یک سری ترید آفا و یک سری نقاط منفی هم میتونه به ما داشته باشه. مثلا ما این دیزاین پترن رو استفاده میکنیم، مثلا کارش اینه که کد ما رو خاناتر میکنه، ممکنه بعدش یک محدودیتی رو به کد ما اضافه بکنه و غیره و غیره. حالا توی این پاراگراف 4 هم داره کلیتش همینو میگه خب این 4 تا بخشش خیلی مهمه، اسمش، پرابلمش یعنی کی اعمال بشه، سولوشنش حالا چه اعضایی داره این دیزاین پترن، و آخرم کانسیکوئنسز که به ما میگه حالا چه در واقع عواقبی داره استفاده از این دیزاین. خب میگه زاویه نگاهتون خیلی به تفسیر اینکه چه چیزی یک پترن هست یا نه بستگی داره. یه نفری پترن من ممکنه برای شما همون ساختار کلی باشه که همیشه توی کدتون رعایت میکردید، یعنی ممکنه من به اون بگم پترن، شما نگید به اون پترن. برای این کتاب ما متمرکز کردیم یک سطحی از انتزاع که بفهمیم پترن دقیقا چیه. دیزاین پترن ها در مورد چیزایی مثل لینک لیستا یا هش تیبل ها نیستن، مثلا اینو دیگه به عنوان پترن استفاده نمی کنیم این ساختمان داده ها رو. خب میگه در یک جمله دیزاین پترن ها تو این کتاب یک توضیحاتی هن از نحوه تعامل کلاس ها و آبجکت ها که یک جوری به شخصی سازی شده اند که یک در واقع مسئله دیزاین کلی رو در یک شرایط خاص برای ما حل بکنن. و این هم از این. خب بعد دوباره همون چارتای اولی که بهتون گفتم و اسم و پرابلم و سولوشن و کانسیکوئنس رو یکم دوباره ده جمع آوری میکنه. میگه هر کدوم از دیزاینا یک پرابلم خاصی دارن، بعد میگن کی میتونه اپلای بشه یا نشه، یک سری ترید آفایی داره و میگه یک سری در واقع مثال هایی که درباره کد مجبور بودیم براتون بزنیم توی سی پلاس پلاس بعضی موقع هم اسمال تاک کد بوده. بذارید حالا صفحه من شما نمیبینید ولی برای خود من جالب شد این اسمال تاک کد چیه دقیقا. بذارید یه سرچ بکنیم در موردش با هم ببینیم این اسمال تاک کد چیه. خب میگه که اسمال تاک یک زبان پیور آبجکت اورینتد پروگرامینگ لنگویج، یعنی احتمالا فقط آبجکت اورینتد میتونید توش برنامه نویسی کنید، شاید یه چیزی مثل جاوا، حالا اطلاعات دقیقی که ازش نداریم. تو سال 1970 برای مصارف علمی هم در واقع تولید شده. این کتاب هم قدیمی هست، بعید نیست. حالا سینتکس یک مقداری عجیب و غریبی هم داره،
ولی حالا کاری نداریم، سی پلاس پلاس برای ما کفایت میکنه. خب پس اسمال تاک یک زبان پیور آبجکت اورینتد پروگرامینگ که گفته بعضی جا استفاده کردیم. خب میگه حالا سی پلاس پلاس و اسمال تاک رو به یه دلایل خاصی انتخاب کردیم. دلیلش هم این بوده که هر روز داشتیم با سی پلاس پلاس و اسمال تاک کار میکردیم و خب خیلی هم معروف بود، دارن معروف میشن. توی اون موقع احتمالا داشته معروف میشده، کتابم قدیمیه دیگه. و داره بازم توضیح میده که چرا سی پلاس پلاس رو انتخاب کردن اسمال تاک. دیگه چی؟ آها بعد میگه اگه می اومدیم از یک سری به اصطلاح procedural languages استفاده میکردیم. procedural languages در واقع چی هستن؟ به یک سری، خب داشته میگفتیم procedural language ها چی هستن. ببینید خیلی ساده، procedural languages اون زبان هایی هستن که در واقع هر بلاک و هر سیکونسی از دستورات نوبتی داره به نوبت اجرا میشه. مثلا اگه سی پلاس پلاس رو دیده باشید، یک دونه تابع مین داره، شما عملا اون نقطه شروع برنامه‌تونه. همه دستورات رو تابع به تابع اونجا می‌نویسید. مثلا می‌نویسید اولین تابع اجرا بشه، بعد اون تابع اجرا بشه، بعد فلان و فلان و فلان. یک سری زبان‌ها هستن در واقع فقط پروسیجورال هستن. مثلا زبان هستن پشتیبانی میکنن از پروسیجورال. مثلا یه نان پروسیجورال لنگویج مثلا SQL رو میگن. مثلا SQL توش می‌نویسی select استار فرام یک چیزی، نمیگی چطوری این کارو بکن، فقط میگی در یک خط این کارو انجام بده و میره انجام میده. پایتون مثلا اون زباناییه که پشتیبانی میکنه از پروسیجورال لنگویج، دیگه کار خاصی هم نداره دیگه، خط به خط می‌نویسید چی کار بکنه بره جلو. ولی خب در واقع جوری نیست که فقط بگیم پروسیجورال هست. خب از این بگذریم. حالا باز هم اینجا داره به ما یک جورایی مقدمه میگه. در واقع بریم بخش اصلی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم. امیدوارم حالا تا اینجاش براتون در واقع سخت نبوده باشه. یک لحظه اجازه بدید. خب اجازه بدید مثلا حالا تا اینجا اومدم اینم بگم بعد رد شیم. مثلا چیزی که پروسیجورال نیست بخوایم بگیم حالت دکلراتیو داره. مثلا یک تابعی از قبل هست، مثلا فیلتر، چیزی که توی مثلا پایتون بیلتین هست، اینو میایم مثلا میگیم فلان چیزشو فیلتر کن. مثلا یک چیزی که قبلا تعریف شده ما داریم استفاده میکنیم. حالا خیلی کاری ندارم بینش، شاید من یک مقدار توضیحاتم هم ناقص باشه در این زمینه، اما میگه حالا میگه اگر پروسیجورال لنگویج ها استفاده میکردیم انگار دیگه یک دیزاین پترن های به اسم اینهریتنس و انکپسولیشن و پولیمورفیزم هم داشتیم و غیره و غیره. خب دیزاین پترنز این اسمال تاک MVC خب یکی از معمارایی که شاید شنیده باشید، خیلی معروفه، مخفف مدل ویو کنترلره. میگن مثلا برنامه‌تون این ساختار رو داشته باشه، یک مدل، یک بخش مدل، یک بخش ویو، یک بخش کنترلر. مثلا در مورد API صحبت کنیم، خب این خیلی واضح تره. خب توی مفهوم جاوایی هم، حالا جاوا نمیشه گفت ولی خب کنترلر رو بیشتر تو جاوا استفاده میکنه، شاید تو زبانهای دیگه همین اسمو داشته باشه یا اسمای متفاوت تری داشته باشه. میگه این مدل MVC، حالا میگه مدل چیه، ویو چیه، کنترلر چیه، استفاده میشه برای اینکه یه یوزر اینترفیس هایی بسازن توی اسمال تاک. میگم مثلا میگه توی اسمال تاک MVC. حالا اون موقع شاید جاوا اصلا در کار نبوده باشه یا زبان های دیگه. میگه دیزاین پترن که داخل MVC هست بهتون کمک میکنه که معنی پترن رو بهتر بفهمید. MVC 3 تا آبجکت مختلف داره. یک مدل داره که آبجکت های اپلیکیشنتونه،
یک ویو داره که اون صفحه‌ای که نمایش داده میشه و یک کنترلر داره که مشخص میکنه چگونه اون اینترفیسی که طراحی کردید واکنش بده به اینپوت های کاربر. قبل از MVC اینترفیس ها یا رابط های کاربری در واقع یک جوری طراحی می شدن که همه آبجکت کلا لای همدیگه بودن. MVC اومده جدا کرده اینا رو برای اینکه یک مقداری فلکسیبیلیتی بیشتری داشته باشیم. MVC ویو ها و مدل ها رو از هم جدا میکنه با یک چیزی به اسم سابسکرایب یا نوتیفای پروتکل. بین اونا یک ویو وظیفش اینه که مطمئن باشه که اون ظاهر با توجه به تغییرات مدل داره درست واکنش نشون میده و هر موقع یک مدلی تغییر پیدا میکنه اون ویو هم با توجه به اون ویو هایی که ازش استفاده کردن تغییر بکنه و در جوابم هر ویو آپدیت بشه وقتی که یک مدل تغییر میکنه و این روش هم به شما کمک میکنه که بتونید راحت یک مدل داشته باشید. یعنی اگه در غیر این حالت بود همه چی میرفت تو هم دیگه. الان یک مدل دارید، اون بیس اپلیکیشنتونه. بخوام مثال بزنم، مثلا توی مدلایی که ساختار دیتابیس رو تشکیل میدن ما بهشون میگیم مدل دیگه. توی API نویسی اگه مستقیما بخوایم وارد بشیم، حالا API هم نخوایم بنویسیم، بالاخره مدل توی زبان‌های مختلف زیاد نوشتید قطعاً. مثلا مدل پروداکت می‌نویسیم، یه نیمی داره، یه فلانی داره، یه فلانی داره. بعد این پروداکت رو توی یک جایی که داریم محصولات رو نشون میدیم استفاده می‌کنیم، محصولات رو دریافت می‌کنیم نشون در واقع استفاده می‌کنیم و جاهای مختلف. حالا مدل میشه مثلا اون پروداکت، مثلا این کلاس پروداکت یک نیمی داره، یک قیمتی داره، غیره و غیره. یک ویو داریم که حالا توی پایتون همون ویو بهش میگن، تو زبان‌های دیگه هم احتمالاً همون ویو میگن. جایی هست که مشخص میکنید کاربر چه چیزی رو باید ببینه با توجه به اون مدل به کاربر نشون داده بشه. حالا این نشون دادن اگه از سمت فرانت باشه که خب معلومه چی، از سمت بک اند هم میشه اون دیتایی که قراره در طریق API نشون داده بشه در موردش صحبت کرد. این از این. میگه یه دیاگرامی اینجا هست، مثلا یه دونه اپلیکیشن آبجکت داریم، همون مدل و 3 تا ویو که ازش استفاده کردن. مثلا ما مدلی داریم، حالا هر چی هست داده است، A 50%، B 30%، C 20%. یک جای جدولش رو نشون دادیم، یک جای نمودار میله، یک جای نمودار دایره‌ای. میگه ویو ها باید این قابلیت رو داشته باشن، حالا فعلشش هم دو طرفه کشیده، که اگه مدل تغییری پیدا کرد ویو ها هم تغییر پیدا کنن. اگه A شد 60%، توی ویو هم A بشه 60%، که حالا چیز واضحی به نظر میاد ولی خب داره خاصیت این دوتا رو به هم میگه. میگه این مثال نشون میده که چطوری در واقع یک دیزاین میتونه مدل از ویو جدا بکنه. این دیزاین نه، دیزاینی که داریم نمیش صحبت میکنیم. و میگه این دیزاینی هم که اینجا صحبتش میکنیم قابل اعمال روی یک چیزی، یک مسئله خیلی بزرگتر. مسئله چیه؟ این که آبجکت ها رو از هم جدا کنیم به صورتی که وقتی یکشون عوض میشه بقیه چیزهایی هم که بهش متصل بودن تغییر کنن بدون اینکه نیاز بشه اون آبجکت اطلاعاتی داشته باشه از اون مثلا ویو ها. بذارید یکم بد گفتم چون همزمان داشتم میخوندم. میگه این مدل در واقع باید به گونه‌ای باشه که وقتی تغییر میکنه ویو هایی که بهش متصل هستن هم اون تغییرات لازم و اعمال بشه روشون، بدون اینکه اون آبجکتی که از جنس مدل ما هست نیازی باشه که بدون اون چه جزئیاتی داره اون ویو ها فلان. میگه این دیزاین رو به عنوان دیزاین ابزرور میشناسن که حالا میگه بیاید صفحه فلان نگاه بکنید. و میگه بعضی موقع این ویو میتونن نستد باشن، یعنی تو در تو باشن. میگه به عنوان مثال یک کنترل پنل رو تصور بکنید، یه مرکز مدیریت، یک پنل مدیریت که میگه میتونه یک ویوی داشته باشه. حالا دیگه خیلی حالت ویژوالش رو داره میگه دیگه. یک ویوی داشته باشه، چند تا دکمه داشته باشه. بعد خب
حالا کلیت حرفش اینه، حالا ما کم دقیق‌تر بخونیمش. میگه یوزر اینترفیس برای یک آبجکت اینسپکتور، یعنی کسی که داره اون آبجکت رو مشاهده میکنه به هر صورتی. میگه ویو های تو در تو میتونه داشته باشه که میتونه دوباره در یک دیباگر استفاده بشن. MVC از ویو های تو در تو استفاده میکنه با استفاده از کلاس کامپوزیت ویو. کامپوزیت ویو یعنی کامپوزیت اسمش روشه دیگه، ویو های تو در تو یا مجموعه ویو، که یه دونه ساب کلاس از ویو، زیر مجموعه کلاس ویو در واقع. کامپوزیت ویو هم مثل خود ویو عمل میکنن، فقط و همون هر جایی که ویو استفاده میشه اینا میتونن استفاده بشن، با این تفاوت که ویو های تو در تو رو مدیریت میکنه. و میگه اگر اینو به عنوان یک دیزاین ببینیم بازم میشه که به هر کدوم از کامپوننت های داخلش دسترسی داشته باشیم و وقتی یه کاری کنیم که این مثل قبلیه بیشتر از یک مسئله رو برای ما حل بکنه، یعنی بتونیم به یک مسئله کلی تری برسیم که این حل میکنه، به مثلا دیزاین کامپوزیت میرسیم که میتونید برید مثلا ببینیدش. من نمیرم از قصد که تمرکزمون به هم نخوره از روی متن. یه نیم ساعتی هست داریم ضبط میکنیم، میخوام مثلا سر 45 دقیقه دیگه تمومش کنیم. MVC بهتون اجازه میده که نحوهی که یک یوزر، بذارید یه بار بخونیم. Also let you change the way a view responds to user input without changing its visual presentation. میگه بجز این که اون در واقع اون چیزی که داره نشون میده ویو رو ما دستی بیایم تغییر بدیم، میتونید این امکانو بهتون میده وقتی مدل ویو کنترلر میزنید که اون با استفاده از ورودی که کاربر بهتون میده اون چیزی که داره باش کار میکنه و مشاهده میکنه تغییر پیدا کنه. حالا من یکم سرعت بدم به کار، حالا البته ایناش مهمه باید بخونیم. میگه ویو از یک اینستنس کنترلر استفاده میکنه، حالا کنترلر داره میگه چیه، که یک ریسپانس و یک پاسخ منحصر به فرد، که حالا نه پاسخ اختصاصی برای اون در واقع کانتکست به ما بده. میگه اگه میخواید که مثلا یه استراتژی دیگر رو پیاده سازی کنید، یه کنترلر دیگه میذارید. کنترلر گذاشتید، حالا من مثال همینطوری دارم میزنم، مثلا کنترلر نوشتید که اگر کاربر فلان چیز رو وارد کرد بهش این پیام را نشان بده، در غیر این صورت اون پیام را نشان بده. مثلا داره سنش رو وارد میکنه، آره مثلا اینطوری، مثلا آره دیگه سنش هم میشه وارد بکنه مثلا. حالا این دیگه شاید بگید این کنترلر نمیشه دیگه، اینو مثلا یه ایف ساده می‌نویسه، ولی خب دارم خیلی ساده مثال میزنم. مثلا یک طرف سنش هست، میگید اگه گفت سنم بیشتر از 20 ساله بهش بگم اوکی شما پیام پاپ آپ نشون بدم شما مجازی. اگه نه قبل کمترش بود بگم نه شما مجاز نیستی. این مثلا یه استراتژیه که کنترلر براش می‌نویسید. یه چیز دیگه است، حالا اومدیم و مثلا متن وارد کرد، میخوام بگم نه متن رو نباید مثلا اینطوری وارد بکنیم، مثلا میشه یک کنترلر براش نوشته باشید که اینو ولیدیشنش رو انجام بده و حالا غیره و غیره. دوباره گفته این چیزی که توضیح دادیم مثلا از دیزاین استراتژیه و میگه مثلا یه چیزی داریم به اسم فکتوری که مشخص میکنه دیفالت کنترلری که یه دونه آبجکت لازمه داشته باشه چیه. دکوریتور باعث میشه که مثلا یک قابلیت رو به یک ویو اضافه کنید. مثلا دکوریتورهای پایتون اگه باش کار کرده باشه توی زبانهای دیگه هم داریم البته، مثلا یک دکوریتور اضافه میکنید یک قابلیتی به اون فانکشن یا به اون ویو اضافه میشه و خب در واقع خودش یک دیزاینه که اینجا بهش اشاره کرده. بریم یک بخش خیلی مهم، میگه دیزاین پترن رو چطوری ما توصیف میکنیم. اینا مقدمات واقعا به نظرم خیلی مهم هستن. من از پاراگراف دوم شروع میکنم. میگه دیزاین پترن رو با استفاده از یک فرمت پیوسته ما توصیف میکنیم. هر پترن به چند تا بخش تقسیم میشه با توجه به این تمپلیتی که در ادامه قراره بهش برسیم. این تمپلت یک ساختاری رو به ما میده با توجه به اطلاعاتی که اون پترن داره، برای اینکه راحت تر هم یادش بگیریم هم بتونیم با پترن های دیگه مقایسهش بکنیم و استفادهش بکنیم. اولی پترن نیم اند کلاسیفیکیشن، اسم یا کاتگوری پترن. میگه اسم یه دونه
پترن خیلی مهمه چون باعث میشه که جزء واژگان اون پترن قرار بگیره و به اون یک توضیحات کلی میده که در واقع چی هست اون پترن. یه اینتنت داره. اینتنت یک جمله خیلی کوتاهه که به این سوالات جواب میده: این پترن چی کار میکنه، منطق این پترن چیه، چه مشکلی این پترن داره بهش اشاره میکنه و میخواد حلش کنه. یک بخش داره also known as AKA که میگه اسمای دیگه که این پترن اگر داشته باشه. یه موتیویشن داره. تو موتیویشن خیلی به نظرم کمک میکنه. میگه یه سناریو واقعی بهتون میگم که در واقع یک مسئله دیزاین واقعی رو برای ما مطرح میکنه و میگه چگونه این پترن برای ما میتونه اون مشکل رو حل بکنه. یه اپلیکابیلیتی داره. میگه حالا تو چه موقعیت های این پترن رو میشه استفاده کرد و چه مثالایی میشه زد از اینکه از دیزاینای مثلا ضعیفی که این پترن میتونه در واقع روشون اعمال بشه. یه استراکچر داره، یک دونه در واقع یک نمودار گرافیکی داره که حالا نشون میده حالا با استفاده از یک استانداردی که اون توالی ریکوستا و اون رفت آمدایی که بین آبجکت ها هست رو نشون میده. پارتیسیپنتس داره، کلاس ها یا آبجکت هایی که در این دیزاین پترن سهیم هستند و مسئولیت هر کدوم رو بهمون میده. میگه و کلابریشن داریم. میگه که اون حالا اعضایی که تو شرکت داشتن چطوری با هم در واقع تعامل میکنن که هر کدوم یک مسئولیت جدایی داشته باشن. کانسیکوئنسز اگه یادتون باشه که اون عواقب و ترید آف هایی که اون بده بستونایی که باید در نظر بگیریم وقتی میخوایم از این دیزاین استفاده کنیم و به ما میگه. یک ایمپلمنتیشن داره که میگه چه نکات، چه مثلا راهنمایی هایی و چه در واقع چالش هایی هست که باید آگاه باشیم ازشون وقتی میخوایم از این پترن رو پیاده سازی بکنیم. سامپل کد داره که اون یک تیکه کدی میگه که مربوط به این بخشه. نون یوزرز رو میاد توی سیستم های واقعی چند تا مثال میزنه که اوکی این دیزاین پترن کجاها استفاده شده. ریلیتد پترنز داره، پترن هایی که مرتبط با این هستن رو به ما میگه. و اجازه بدید اینم رد بشیم. داره میگه اگه میخواید بیشتر آشنا بشید مثلا با این گرافی که داریم بهتون میگیم اون در واقع اون نمودار گرافیکی برید مثلا به در واقع چی بهش میگن پیوست مثلا شماره B و C و اینا که اگه خواستید میتونید مراجعه بکنید. اما بذارید همینجا این اپیزود رو تموم کنیم. همونطور که دیدید مخصوصا این بخش آخرش واقعا این کتاب خیلی ساختمان خوبی داره برای در واقع یادگیری این دیزاین پترن ها. امیدوارم که جلسات بعدی بتونیم بیشتر ازش بخونیم و بذارید اینم بهتون بگم حالا تا اینجا اومدیم این فقط اومده قسمت کاتالوگ اف دیزاین پترنز اومده گفته اوکی یک توضیح یه خطی در مورد دیزاین پترن ها داده که چون ما میخوایم مفصل در موردش صحبت کنیم کاری بهش نداریم. گفته صفحه 87 اینه، صفحه 139 اینه و واسه همین خیلی هم زیادن ها و باید شما بدونید مثلا پروکسی چیه که با یه دونه خط توضیح بفهمیدش. واسه همین داریم رد میشیم ازش. و حالا این قسمت رو اجازه بدید جلسه بعدی با هم دیگه کار میکنیم. امیدوارم که از این اپیزود خوشتون اومده باشه. عذر میخوام اگه کم و کاستی داشت ویدیویی که ضبط کردم. با این حال خوشحال میشم نظراتتون رو بدونم. اگر راضی بودید حتما بهم بگید، باعث انرژیه که خیلی زودتر اپیزود بعدی رو منتشر بکنیم. اگر هم نقطه ضعفی بود خوشحال میشم که با هم در میون بذارید. خیلی ممنون و خدا نگهدار.